سلام. در این گفتگوی ویژه با طاهر ظاهر، کسی که از کرسی ولایت و وزارت راهی میدان نبرد در مقابل طالبان شد، در مورد کارکردهای او پس از تسلط طالبان بر ریاست جمهوری در کابل، توافق با طالبان، بیرون شدن او از افغانستان و حالا موضع او در برابر اوضاع در افغانستان میپرسیم. چگونه ظاهر در مقابل طالبان سنگر گرفت و چرا مقاومت‌های مسلحانه ره به جای نبردند؟ بسیار خوشحال هستم شما را اینجا سلامت میبینم. اولین پرسش میخوایم باشه که چگونه تانستین به آلمان بیاین؟ بخیر باشید. ما پاکستان آمدیم، از پاکستان باز مدت زمان طولانی رو منتظر بودیم، به آلمان آمدیم. بسیار خوب. میخواستم بفهمم که آیا طالبا، اداره طالبا محدودیت یا شرط در برابر بیرون شدن شما از افغانستان تعیین نکرده بودند؟ خب قطعا طالبان نمیخواستن که ما بیرون شویم، اورم زنده و سلامت به یک نحوی جان خود را کشیدیم. بسیار خوب. یعنی به نحو تانستین که نجات بتین خودتان. بسیار خوب. بر بنیاد آنچه ما میدانیم و همگانی شده شما بر بنیاد یک توافق از ادامه مقاومت در برابر طالبان دست کشیدین. آیا کل جزئیات توافق با مردم در میان گذاشته شده یا چیزایی است که شما میخواین درباره‌اش صحبت کنید؟ بله، ما توافق کردیم با طالب، کسانی که به حیث میانجی پروسه را پیش می بردن. ما گفتیم که خب ما به ساحات کوهستانی و دکوها که هستیم زورتان رسید، به گیر آوردتان استین، خب قطعا سرنوشت ما معلومه، از ما معلوم هست و قضیه روشن هست. اما در صورتی که ما اگر تسلیم شدیم، باز شرایط ما است که آقای قیسخان وکیلی همسنگر ما بود، گفتیم بدون هیچ گونه معطلی باید رها شود. شرط دوم می بود که باز ما از کوها که پایین شدیم، باز از ما سلاح و امکانات و تجهیزات نظامی اینا دیگه درخواست نشود که نداشتیم و نداریم، چون پایگاه ما پایگاه مردمی بود و نیروی ما نیروی مردمی بود. نکته سومش هم این بود که ما میخوایم بیرون شیم، برای بیرون شدن ما مزاحمت نباشه. از اول رو ما گفته بودیم. بعد باز علاوه بر کسانی که ایره به حیث میانجی پیش میبردن نکته را، ما علاقه داشتیم که با مقامات ارشد طالب همین نکته در میان گذاشته شود، از طریق کسانی که در کابل بودن و نامزد جریان باشه، مثل آقای مهدوی و آقای شیخ مدار کریمی و برخی کسان دیگه هم صحبت کرده بودن. این توافق شده بود. بر بنیاد همین توافق ما از کوها پایین شدیم، آمدیم که اونا آقای قیسخان وکیلی را و امرای کسانی که در بند طالب بود رها کردن و بعد دیگه شرایط یک حد را رعایت شد. اما در قسمت برآمدن ما شاید رضایت وجود نداشت که ما بیرون شیم و اما ما خود را کشیدیم. بسیار خوب. اما طالبا ظاهرا بسیار علاقمند هستند کسانی که پایگاه مردمی دارند، نفوذ مردمی دارند، از نفوذ برخوردار هستند، آدمای سرشناس هستند به نحو افغانستان را ترک بکنند. شما چنین است دارین که طالبان ترجیحاً میخواهند کسایی که مشخصاتشان را گفتم بیرون از افغانستان باشند بهتر است؟ قطعاً بیرون شدن مقامات حکومت سابقه و همچنان چهرهای متنفذ سیاسی و اجتماعی که از افغانستان بیرون شدن خب قطعا از تأثیرشان کاسته می شود، خنثی می شود، به نحوه و شکل بی تأثیر می شود. قطعا به نفع طالب هست و چیزی که به نفع طالب باشه اونا از خوش میاد. یعنی بهتر از کشتن و به زندان کشیدن و حبس ترجیحاً میخوان چرا بیرون شد؟ چون این یک چیزی پیش آمد دیگه، وقتی که حکومت تسلیم داده شد به طالب و راه گریز و راه فرار برای همه باز مانده شد و به صورت برنامه ریزی شدهش به نظر من بسیار تشویق صورت گرفت که همه بیرون شد و به فهم من این بیرون شدن بسیار به زیان و ضرر افغانستان هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت هست.
ما در حقیقت عمر 2 بار تجربه سقوط را تجربه کردیم. یک بار حکومت و ساختارها از هم فرو پاشید و جمهوریت سقوط کرد و خالی شدن افغانستان را از نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سقوط مضاعف میدانیم، سقوط مجدد میدانیم و یک فاجعه کلان است برای افغانستان. یعنی تأثیرات بیرون شدن این همه نخبگان از افغانستان و مراتب تأثیر منفیش از سقوط حکومت کرده بالاتر است. بر افغانستان اما بر طالبان چطور؟ بر طالبان به نفعش است. حتی نخبگان غیر سیاسی هم که بیرون شدن، حتی نخبگان غیر سیاسی هم که بیرون شدن به هر اندازه‌ای که چهره‌های تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف از افغانستان بیرون شدن به نفع طالب تمام شد. شما گفتین که یکی از شرایط توافق با طالبان عدم درخواست تجهیزات نظامی از شما بود. واقعا شما بدون جنگ افزار رفتین که مقاومت بکنین در برابر طالبان؟ ما خب جنگ افزار داشتیم، نیرو داشتیم، اما جنگ افزار ما، نیروی ما همه مردمی بود و به حمایت مردم ما بودیم. منظور ما از جنگ افزار نظامی این بود که ادعایی که یک قل اردو، یک فرقه، یک لوا یا یک کندک تجهیزات نظامی داشته باشه هیچگاهی در بامیان نبود. نه، ما از بامیان در کوه برآمدیم و آخرش هم از بامیان از کوه پایین شدیم. در بامیان هیچ تشکیلات نظامی در دوران جمهوریت از اردو نبود. باز خب فهم طالب شدی است ای بود که در بامیان امکانات نظامی دوره جمهوریت باشه. منظور ما این بود. بسیار. اما سلاح شخصی، سلاح شخصی واضح من از خاندانی خودم گفتم که در طول 50 سال گذشته، نزدیک به 50 سال گذشته، تحولات در افغانستان باعث آن شده که هر خانواده برای حفظ جان خود و به خاطر دفاع از حیثیت و آبروی خود در مواقع ضروری سلاح داشته باشه، سلاح شخصی. و سلاح شخصی مردم غیر سلاح دولتی است. بسیار. و طالبان میره پذیرفتن که مردم سلاح شخصی در اون زمان پذیرفته بودن، اما شما میدانید که آزار و اذیت مردم و مطالبه سلاح یک امر پایان تبدیل به یک امر پایان ناپذیر شده برای طالب. دوامدار از مردم سلاح مهمات طلب میکنن. بسیار. چی شد که شما مقاومت کردین بعد توافق یا دست از مقاومت کشیدین؟ خوب در 15 آگوست وقتی که در 15 آگوست 2021 وقتی که حکومت سقوط کرد، فهم ما بود که مقاومت و ایستادگی به اشکال مختلف، هم به شکل مدنی و نرمش و هم به صورت نظامی و سختش باید ادامه پیدا کنه، چون بدون مقاومت و بدون ایستادگی نمیشد و نمیشه. زمانم فهم می بود و عالم هم است که قضیه افغانستان حل نمیشه، چون حکومت به گونه‌ای به سقوط داده شد که طالب آمد بدون هیچ گونه اجرای موافقتی یا پروتکلی که پروتکل های قبلا صورت گرفته بود در دوحه حکومت را گرفتن، به شکلی که گویا خوب یک دست غیبی در کار بود و این دست نامرئی قدرت را به طالب به صورت یک پیشکش، به صورت یک تحفه تحویل داد. به هیچ شکلش خب طالب به خواستهای مدنی و به خواستهای اجتماعی و سیاسی مردم تنطیع نبود، فهم می بود. به همین دلیل ما میگفتیم که باید مقاومت صورت بگیره. به همین خاطر ما به کوه برآمدیم و تلاش کردیم که ایستادگی صورت بگیره و نزدیک به 2 سال ما این مقاومت را ادامه دادیم، اما در ختم نتانستیم بیشتر از او. در حقیقت ما به دلیل نبود امکانات و مشکلات و گرفتاری‌های زیادی که وجود داشت، بیشتر از او توان شخصی ما نبود که در مقاومت ادامه. بسیار خوب. وقت سرقماندان اعلای قوای مسلح، وزیر دفاع، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت، همه اینا راه بیرون شدن از افغانستان را در پیش گرفتن. شما بر اساس کدام محاسبه وارد معرکه شدین، رفتین و مقاومت را آغاز کردین؟ اشتباه بسیار جبران ناپذیری که
صورت گرفت همین که همه مقامات سیاسی و نظامی حکومت سابقه فهمشی بود که حکومت وقتی که تحویل داده شده به طالب، خب ما هم در کنار حکومت شاید جایگاه را پیدا کنیم و شاید ما بتوانیم به شکل آبرومند به زندگی خود ادامه بدیم. ولی وقتی که حکومت سقوط داده شد، راه فرار جلوی روی مردم و به خصوص جلوی روی مقامات باز گذاشته شد و همه تلاش شد به اینکه فرار کنه و این بدترین شکل از سقوط بود یا بدترین شکلی از دگرگونی و تغییر بود. خب همه تلاش صورت گرفت، تشویق صورت گرفت که همه بیرون برآمدن، در حالی که حکومت به همین شکلی که سقوط داده شده بود اگر مقامات سیاسی و نظامی نمی برآمدن، حضور خود را در کابل حفظ میکردن، در ولایت حفظ میکردن، طالب به این حد جری نمیشد، شاید به این حد جرأت پیدا نمیکرد که همه چیز رو دیگرگون کنند. تنها مقامای برای حال حکومت ایرا را در پیش نگرفتن. ما فرماندهان جهادی سرشناس داشتیم که هر از گاه دم از استادگی و نپذیرفتن حاکمیت طالبان میزدن. لیست بسیار طویل رهبرای جهادی را ما داریم. اینا چرا همگام با مقامای بر حال دولت و حکومت راه بیرون پیش گرفتن؟ خب بینم یک اشتباه است و رهبران جهادی البته اگه در زمانی که مذاکرات دوحه وجود داشت و قبل از او فرمت مسکو ادامه داشت، شما میدانید که اظهار خوشبینی میکردن نسبت به طالب تغییر کردن و یک نوعی از گویا تفاهم نانوشته را اعلان میکردن یا به مردم وانمود میکردن که ما گویا موافق هستیم یا گویا ما نزدیک شدیم، نزدیک هستیم. این گونه القاءات در گفته های اونها دیده میشد. ولی وقتی که حکومت سقوط کرد همه برآمدن و هیچ کسی حتی جان شخصی خود را در امنیت ندیدن، فهمیدن که چی تاوان و چی زیانی را کردن. و اما اگر باز هم نمی برآمدن میماندن به نحوی از آنها و یک تفاهم حد اقلی هم اگر میماندن خوب بودن. کسانی که ماندن مثل آقای کرزی، هرچند توجیهگر طالب هست، در تمام عمر خود آقای کرزی برای طالب کمپین میکنه و در زمانی که مبارزه وجود داشت علیه طالب او اردوی ملی مبارزه میکرد، کرزی طالبا را برادر ناراضی خود میگفت. در یک مصاحبه گفتن که اگر طالب یک جایی را میگیره یک قوت افغان است اجازه داره بگیره. و فعلا که آقای کرزی و عبدالله اینا مانده، من فکر میکنم که اونا کار خوبتر را کردن نسبت به کسانی که برآمدن به هیچ وجه به خیر افغانستان نیست و نبود. برآمدن نخبگان سیاسی، رهبران جهادی و همین رقم چهره‌های نظامی در مجموع فقط به نفع طالب تمام شد. بله. درباره مقاومت از شما پرسیدیم. تنها دلیل که شما نتانستین ادامه بدین راه را نبود امکانات و همچنان نبود حمایت جریان‌های مخالف طالبان بود. خب شما میدونین که ما در 15 آگوست که برآمدیم، اون زمان در پنجشیر بنای ایستادگی و مقاومت بود و همین رقم در برخی از ولایت‌های شمال شرق هم گفته میشد که مقاومت ادامه پیدا میکنه. در اونجا اگر مقاومت جدی شکل میگرفته، بدون تردید ما در مناطق مرکزی به همون پیمانه مقاومت جدی خود را آمادگیش گرفته بودیم که شکل بدیم. ایستادگی در اینجا زمینش کاملا فراهم بود. اما با تاسف که پنجشیر زود سقوط کرد و با اون همه امکاناتی که گفته میشد در اونجا هست، اون همه نیرویی که در اونجا هست، پنجشیر که سقوط کرد در تمام افغانستان گویا یک ذهنیت به وجود آمد که دیگه خب در هیچ کجای دیگه یک رقم مقاومت شکل گرفته نمیتونه و پایدار نمیمانه. اما برعکس اون هم در بهار 401 ما یا در بهار 1401 در بهار 1401 ما رفتیم در بلخاب
اونجا مقاومت را پایه‌گذاری کردیم، شکل دادیم با آقای مولوی مهدی و ما ایستادگی کردیم، اما با تاسف که در بلخاب هم ما شکست خوردیم. بله، درباره آقای مهدی از شما میپرسیم. نتونستیم. بعد از سقوط بلخاب هم ما رها نکردیم. 1 سال دیگه هم ما در کوها جنگ های چیرکی را در ساحات مختلف بامیان و بلخاب و قسم جاهای در رسوف ادامه دادیم، اما در ختم در آخر فهمایی شد که بیشتر از این بودن هیچ فایده ای نداره، نتیجه نداشت، چون زیانش ممکن بیش از حد اندازه بر مردم متوجه میشد و مردم زیان میرسید، اما دستاورد زیادی نداشت بودن ما بعد از ادامه مقاومتی که نه امکانات داشتیم ما و نه هم هماهنگی با دیگر حلقات از نیروهای مقاومتگر در دیگر گوشه‌های افغانستان. پرسش کلان هم است که چرا جبهات مخالف طالبان به شمول سنگره که شما در حضور داشتین نتونستن با هم هماهنگ شوند؟ وقتی که مقاومت بلخاب شکل گرفت، ما در بلخاب وقتی که آمادگی‌های خود را می‌گرفتیم برای یک ایستادگی جدی، با هیچ کسی تماس نداشتیم، با هیچ یک از چهره‌ها و شخصیت‌هایی که ایده مقاومت را داشتند. اما در اونجا ما فیصله کردیم در بلخاب با یک شورای نظامی که داشتیم با آقای مولوی مهدی، آقای جعفر عطایی را در لندن که زندگی میکنن وظیفه دادیم از طرف شورای مقاومت بلخاب که ایشان آقای احمد مسعود را ببینن به خاطر ایجاد هماهنگی. خب آقای عطایی آقای احمد مسعود را دیدن، به نظر به یکی از کشورهای اروپایی. آقای عطایی گفت من دیدم، صحبت کردم، اما همون صحبت ها و تلاش ها هم زیاد به جایی نرسید برای به وجود آمدن یک هماهنگی. نمیفهمم چرا چنین هست. تا هنوزم شما میبینید با گذشت نزدیک به 4.5 سال یا نزدیک به 5 سال هیچ گونه هماهنگی بین نیروهای سیاسی و نیروهای نظامی و نیروهای جبهات مقاومتگر به وجود نیامده است. همچنان همه پراکنده است و این پراکندگی تنها نفعش به طالب میرسه و هیچ کس از این پراکندگی نفع نمیبره و همون تلاشایی که ما هم در اون زمان انجام دادیم برای ایجاد هماهنگی زیاد مفید واقع نشد. آقای ظاهر، چه سبب شده که نیروهای مخالف طالبان هم سیاسی هم نظامی در این نزدیک به 5 سال حاکمیت گروه در افغانستان نتونن متحد شوند؟ دلیل این عدم اتحاد که حتی شما میگین منجر به خنثی شدن ظرفیت و نیرو شده چی میتونه باشه از دید شما؟ نمیفهمم، دلیلش زیاد نمیدانم که چی دلیل داره، اما در کل پراکندگی نیروهای مخالف طالب موجب تداوم عمر طالب و موجب زجر و زحمت بیشتر مردم میشه. عدم علاقمندی خارجی ها برخی کشورهایی که در گذشته روابط داشتن با افغانستان، کشورهای همسایه منطقه، فرامنطقه، غرب، شرق، و همکاری یا حمایت از جریان‌های حداقل سیاسی مخالف طالبان سبب شده یا تأثیر داشته روی وضعیتی که حال ای جانب حاکم است؟ قطعاً تأثیر خود را داره. خب البته یک واقعیت هست که بدون مداخله خارجی در افغانستان سخت است که قضایا به یک نتیجه برسه. یک واقعیت هست، از این واقعیت نمیشود که فرار کرد، اما بدون حمایت خارجی مقاومت امکان پذیر هست. در دور قبلی خب مقاومت های محلی هیچگاه پنهان نماند و به خصوص زمانی که شمال سقوط کرد و بعد باز بامیان سقوط کرد و از کل افغانستان تنها پنجشیر ماند و از زمین یک نقطه‌ای که باقی ماند پس دوباره مقاومت تکثیر شد. آقای محقق دور قبلی در بلخاب که آمد مقاومت مردمی بود، بعد باز به تعقیبش آقای خلیلی هم که آمد مقاومت مردمی بود. زیاد امکانات وجود نداشت، حمایت خارجی مستقیم هم وجود نداشت. خب و همین رقم استادت ها آمد در شمال، احمد خان آمد در شمال، بعد به دیگر نقاط افغانستان هم مقاومت های محلی صورت گرفت و این مقاومت های محلی وقتی که نباشد خب قطعا
طالب بیشتر دوام میکنه و فشار سر مردم بیشتر میباشه. اکنون که هیچ مقاومت شکل نمیگیره، یک بخشی برمیگرده به بی‌باوری. همه بی‌باور شده که نمیشه، یعنی گویا بدون امکانات خارجی و بدون حمایت آمریکا و اینها نمیشه، در حالی که امکان پذیر هست. میشه در جانب مقابل آیا طالبا بدون حمایت خارجی ها حالا حاکم هستن و نزدیک به 5 سال دوام آوردن؟ نه خیر، طالبا افغانستان را به زور نگرفتن، برخلاف اونچه که خود را فاتح میدان اعلان میکنه و فتح الفتوح میگه. نه، فتح نکردن. در طول 20 سال جنگ یک ولسوالی را، یک نقطه را طالب به زور گرفتن نتونست. خب در برخی جاها که وجود داشت اینا و تا آخر هم ماندن، همه جایی را به زور گرفتن نتونستن، فتح نتونستن. جایی که ماندن هم چند بار از دست دادن، باز گرفتن. قدرت در افغانستان به طالب تسلیم داده شد و بدون جنگ طالب گرفت. شما دیدین که در روزهای اخیر هم جنگ زیاد سخت، مقاومت سختی اردوی ملی و نیروهای مسلح افغانستان هم سخت مقاومت نکردن و تاوان سخت مقاومت نکردن خود را در طول از 4 سال گذشته همه پرداختن. و اکنون هم که طالب دوام کرد، هم قدرت را طالب با زور خارجی ها گرفتن، به زور آمریکا گرفتن و فعلا هم حکومتش توسط حمایت خارجی و همی در هفته 40-45 میلیون دلار که برای اینا داده میشه، حمایت بسیار علنی و آشکار است دیگه. نفعش به امی پول اگر از رهگذر بشردوستانه هم داده میشه، این تحت عنوان کمک های بشردوستانه داده میشه، هم خب نفعش طالب میبره، به طالب است، مستقیم به طالب است. کمک بشردوستانه صرف یک توجیه است. طالب هم قدرت را با زور خارجی ها گرفتن و هم بقایشان توسط حمایت خارجی هست. از این طرف نیروی مقاومت در مجموع مخالفین طالب هم فهمش است که ما باید به همین پیمان حمایت خارجی رو داشته باشیم تا جنگ کنیم، در حالی که نه، بدون حمایت خارجی هم با همون ظرفیت‌های محلی و بومی هم میشود در برابر طالب مقاومت را شکل داد، ایستادگی رو به وجود آورد، جغرافیا رو تسخیر کرد. بعد از تسخیر جغرافیا باز میشه که خارجی هم کسانی که علاقمند باشه به حمایت کنند. این تنها فهم نادرست یا برداشت نادرست یا محاسبه نادرست است، یا فکر میکنین که دلایل دیگه هم پس این موضوع جریان‌های مخالف طالب‌ها وجود داره؟ خب در کل شما میدانین که بعد از سقوط جمهوریت لابی های طالب و همچنان فضا و ذهنیت عمومی که در سطح جهان شکل گرفت، اینکه طالب تنها گزینه برای افغانستان و برای اداره افغانستان دانسته شد و به اشکال مختلف هم تشویق صورت گرفت و هم تلاش صورت گرفت که هیچ مقاومتی شکل نگیره و مقاومت پا نگیره. و بدترین کاری که به نظر من صورت گرفت این که بیش از حد اندازه تبلیغ شد. یعنی هر کسی که از افغانستان برآمد، چه چهره‌های سیاسی، چه چهره‌های امنیتی، چه چهره‌های مدنی و حقوق بشری، همه از ترس طالب حکایت کردند که هولناک است طالب، که این همه اشراف استخباراتی داره. ترس را تولید کردن، ترس را بیش از حد اندازه، ترس کاذب، در حالی که او رقم اون گونه نیست. همین اکنون هم شما میدانید که کل کسانی که در بیرون از افغانستان بیرون برآمده، خب به چند صد هزار نفر نمیرسه، ولی به میلیون ها انسان خود افغانستان زندگی میکنن دیگه. همینا خب میشد همین تعدادی که از افغانستان برآمده مبلغ طالب شدن که طالب اینقدر هولناک است و هیبتناک است و این همه اشراف داره و ترس داره و وحشت را تولید کردن، وحشت را فراگیر ساختن، میشد که همینا هم در افغانستان بمانند و خصوص کسانی که تجربه داشتن، کسانی که ظرفیت‌های از امکانات نظامی داشتن، مقاومت ها را به جای تبلیغ از طالب، به جای فراگیر کردن ترس طالب، میتونستن که در گوشه های خود را نگاه کنن، ایستادگی کنن، مقاومت را شکل بدن. درست. شما گفتین که طالب به عنوان تنها گزینه به خاطر حاکمیت در افغانستان عنوان میشد در زمان، اما ما شاهد بودیم که ایالات متحده آمریکا حتی در توافقنامه به دوحه روی یک حکومت
یا دولت اسلامی مشترک و همه شمول صحبت میکرد و نماینده خاص امریکا در امور صلح، نماینده سابقش مامورا گفته که این جانب جمهوریت بود که مانع ایجاد کرد در برابر پیشرفت صلح و در فرجام با فرار از کابل روان رسد مزد و سبب شد که حاکم مطلق طالب شود. از جزئیات توافقات دوحه همه چیزی را نمیدانم، ولی در کل همان قدر که باقی مردم افغانستان میدانم، من هم میدانم، شما هم میدانیم که گفته میشد بر سر یک مکانیزمی که طالب هم در اون جای داشته باشه و جمهوریت و نیروهای جمهوریت هم در اونجا جای داشته باشه و یک حکومت فراگیر یا یک حکومت همه شمول به وجود بیاید. اما حکومت همه شمول کمیال اصطلاحش است، در اون زمان هم همین گفته میشد. خب توافقات اجرا نشد، ولی در کنار از اینکه آمریکایا و گبر یا نماینده خاص آمریکا و گبر میگفت، برخی از چهرهای نظامی آمریکا، امنیتی آمریکا و چهرهای نظامی آمریکا در اون زمان این بحث را هم کردن که از جنوب ختم است، جنوب سقوط میکنه. در همون زمانی که توافق مذاکرات دوحه به شدت جریان داشت، شمال باید تحکیم شود. خب مقاومت صورت نگرفت متاسفانه دیگه، همه برآمد. بسیار خوب. درباره مولوی مهدی میخوایم که شما بشناسیم. چگونه با اونا شما آشنا شدین؟ آشنایی از قبل وجود داشت؟ چگونه ارتباط برقرار شد؟ چگونه همراه شدین و مشترک دست به مبارزه زدین؟ مولوی مهدی را من در زمانی که در بامیان بودم شنیده بودم که تنها طالب هزارگی است که در حول و حوش بلخاب و قسما در مرزهای بامیان اینا هم فعالیت داره، ولی هیچگاه بر سر بامیان نیامدن و هیچگاه هم در اون زمان کدام آشنایی نداشتیم. زمانی که حکومت سقوط کرد روز 15 آگوست که کابل سقوط کرد، بعد از سقوط کابل ما بامیان را هم نیروی امنیتی جمع تعامل نظر یک وجب خاک بامیان هم در دست طالب و در دست دشمن نبود. با همون تازگی ها دو ولسوالی طالب، دو ولسوالی بامیان را که طالبان سقوط داده بودن اونا را ما پس گرفتیم. در روز 15 آگوست وقتی که ما تمام نیروهای خود را طلب کردیم از ولایت به اساس مشوره و مصلحت مردم برآمدیم، در یک از ولسوالی ها رفتیم. باز زمان به مهدی زنگ زدم، به مولوی مهدی زنگ زدم، میگفت من در بغلان هستم. گفتم چی میکنی؟ گفت من فردا میرم در مزار در بلخ قماندان امنیه میشم یا در سمنگان امنیه یا در، گفت که من در بغلان هستم، فردا میخوام برم در مزار یا در سمنگان، یک از این دو جای گفت که اونجا قماندان امنیه میشم. گفتم موقع فعلی چیست؟ گفت موقع فعلی ما رئیس استخبارات بامیان است. ما گفتم خب بیا بامیان، بیا دیگه رئیس استخبارات بامیان کسی بیا. ما برآمدیم، یعنی امکانات دولتی که پیش ما هست، موترها و وسایط و اینا، امکانات دولتی 7 ولسوالی و مرکز اینا، بیا اینا رو به تو تسلیم میتیم و بعد باز زمان خود دم اینجا از مردم حمایت کو، به خصوص که یک مقدار نگرانی های وجود داشت در بامیان. گفت خوب است. یا آمد همون شب که ما زنگ زدیم، فرداش به ما زنگ زد اول صبح، گفت که ما میایم سر رای در سر کوتل شاتو. یا من سر کوتل شاتو از ما برگشتیم از پنجاب رفتیم در یک کولنگ، اینجا امکانات دولتی رو تحویل دادیم و بعد باز اینا چی کردن نکردن. ما از اونجا رفتیم در یک گوشه از اما ولسوالی، یک گوشه از ولسوالی یک کولنگ و بعد باز ما که از اونجا باز کجا رفتیم ماجراهای دیگه و قضای بعدی. همونجا با مولوی مهدی برای اولین بار آشنا شدیم. تا اینکه سر مولوی مهدی در بامیان یک رجوعی صورت گرفت و حمله شد مبنی بر اینکه او از بین ببره، بس در همون ماجرا او را از وظیفه‌اش منفک کردن، بردن در کابل. کابل هم نظربند بود. 2-3 ماه به نظر من اونجا به شکل نظربند نگهداری میشد. اول بهار سال 1401 اول داد که ما بلخاب آمدیم. یک مدت زمان گفت، یک مدتی ما یک مصروفیت شخصی داریم، یک بازار جور کرده بود، بازار خود را گفت افتتاح کنیم با رفیقای خود اینا. بعد از افتتاح بازار باز گفته بود که شما بیاین. در تماس شدن که بیاین شما به بلخاب. ما رفتیم بلخاب، در اونجا مقاومت بلخاب را تهداب گذاری
کرده بود آقای مولای مهدی در حقیقت خودش آمادگی لازم را گرفته بود، امکاناتی که در اونجا وجود داشت و ما هم که رفتیم خب این مقاومت را بیشتر آمادگیش را گرفتیم، اما متاسف سرانجام شکست خوردیم در مقاومت، بل خب به جایی نرسید. بسیار در این باره صحبت کردیم، اما یک حمله که بالای آقای مهدی صورت گرفت سبب شد تا آقای مهدی راهش را جدا بکنه و مخالف جهت حرکت بکنه و بر ضد طالب. نه خیر، آقای مولای مهدی یک انسان بسیار دردمند بود. تاریخ قوم خود را، تاریخ هزارها را خوب میدانست، یک فهم خوب داشت، آگاهی خوب داشت. از امروز اول که سر کوتل شاتو دیدیم این برای ما آمده بود. 10 دقیقه همونجا با هم دیگر نشستیم، کل ماجرا را همونجا با ما گفت رفقای ما پیروز شده، ولی هیچ دید خوبی نسبت به اقوام غیر پشتون نداره. رفقای ما و تمام گپش قصیش هم و قدرت قومی هست، نسبت به هیچ کسی دید خوب نداره، به خصوص نسبت به هزارها گفت هرگز دید خوب نداره، هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ تاریخی. آیا واقعا آقای مهدی کشته شده؟ ما هیچ تصویر جز یک تصویری که در طرف دو فرد ظاهرا با چهره طالب حضور دارد دیگه چیز ندیدیم در مورد خاکسپاری مراسم فاتحه؟ هیچ چیز بعد از اون منتشر نشده. در این ارتباط سخت است که آدم اظهار نظری قاطع بکنه. ما امیدوار هستم، از خدا میخوایم که مولای مهدی ضایع نشده باشه، از خدا میخوایم که مولای مهدی زنده باشه. یار ماست، همسنگر ماست، دوست بسیار صمیمی و دوست بی نهایت محبوب و خوب ما هست. یک آدم نترس و شجاعی بود مولای مهدی. آرزو میکنیم که مولای مهدی کشته نشده باشه. ادعایی که طالب کردن که ما مولای مهدی رو دستگیر کردیم و کشتیم، دیگه بعد از او هیچ چیزی حکایت کنه از کشته شدن مولای مهدی به دست نیامده، نه جسد او رو نشان دادن، نه هم کدام قرینه دیگه. امیدوار هستیم که مولای مهدی زنده باشه. بسیار خوب آقای ظاهر، میخوایم 3-4 پرسش آخری برنامه را پاسخ شما فشرده بفرمایید. درباره اوضاع افغانستان شما دیدگاه آقای مهدی را گفتین، اگر از شما بپرسیم درباره اوضاع افغانستان و وضعیت افغانستان، از وضعیت کنونی شما چه تعریف میتونین بیرون بدین؟ بدترین وضعیت، بدترین حکومت، زشترین رفتار با مردم صورت میگیره. کسانی که در داخل هست، مردم تحقیر اقوام غیر پشتون تا مغز استخوان خود روزمره احساس میکنه. تاراج به تمام معنا ادامه جریان داره و بدی در اینجاست که طالب مسلط شده بر افغانستان، اکثریت را خودی نمیدانه. هر کس که از زبانش، از قومش نیست، او رو با خودی نمیدانه، اونا رو بیگانه میدانه. طالبی تو احساس میکنه که یک جغرافیای بیگانه را تصرف کرده، تسخیر کرده، سر یک مردم بیگانه حکومت میکنه. رفتارش کاملا رفتار وحشیانه، غیر مدنی و رفتار زشت و زننده با مردم داره، به خصوص هزارها را که مطلق بیگانه میدانه و از خود نمیدانه. درست. آقای ظاهر، من یک پرسش 3 گزینه‌ای داشتم که فکر میکنم پاسخ شما قبلا دادین. اگر از شما بپرسم که فعلا حاکم افغانستان کیست؟ یک گروه قومی، یک گروه مذهبی یا یک گروه که تروریستی میتونیم عنوانش کنیم؟ یک گروهی که سلطه قومی هدف اصلی و بنیادینشون هست. این سلطه را با مذهب تحکیم کرده و با مذهب توجیه میکنه. سلطه قومی را با مذهب توجیه میکنه. چون این یک گروهی بر افغانستان حاکم است که هم پیشینه تروریستی خودشان داره و هم با تمام گروه‌های تروریستی فعلا همکار هست. افغانستان فعلا تبدیل شده به یک لانه امن برای
فعالیت تروریستان، گروپ های تروریستی، 22 گروپ تروریستی وقتی گفته میشه در افغانستان وجود داره. اینا در برخی جاها گروپ های تروریستی در خصوص در برخی از نقاط شمال شرق اصلا خودشان جغرافیا داره، خودشان از معادن استخراج میکنه، خودشان از معادن نفت میبرن و چنین یک وضعیت در افغانستان وجود داره و حکومت در دست یک گروپی که در پی تحکیم سلطه قومی با توجیه مذهبی است. و امیدوارم هستین که وضعیت دگرگون میشه. وضعیت باید دگرگون شود. وضعیت اگر دگرگون نشود چیزی از افغانستان باقی نخواهد ماند. با چه ابزار شما فکر میکنید؟ شما میدونید که از لحظه‌ای که افغانستان به وجود آمده، همین جغرافیا به وجود آمده، نزدیک به 300 سال میگذره. در این 300 سال مردم افغانستان تحمل کرده بودن حکومت‌ها را، حکومت‌های دیکتاتوری را، حکومت‌های استبدادی را، سلطنتی را تحمل کرده بودن. اما فعلا همین گروپ تمامیت‌خواه و گروپ انحصارگر تمامی چیزها رو به تمامی ظرفیت‌ها رو به پایان رسانده است. وقتی که همین اکنون وضعیت غیر قابل تحمل شده برای مردم افغانستان، یعنی بعد از گذشت 278 سال از عمر افغانستان، وقتی که صدای تجزیه بلند میشه، وقتی که خراسان خواهی میکنه یک عده، وقتی که عده دیگر میگه غیر از تجزیه هیچ راه حل نیست، یا یک عده دیگر میگه غیر از فدرال راه حل دیگه نیست. خب اینا همه‌اش نتیجه عملکرد طالب هست. طالب افغانستان رو به بنبست مطلق رسانده و این وضعیت دوام نمیکنه و طالب هم البته با همین شیوهی که فعلا حکومت میکنه به هیچ وجه چانس بقا نداره. قطعی الا و لابد الزاما طالب توسط اعمال خود باید سقوط کنه و نابود شود و از طرف دیگه بر مردم افغانستان هم وضعیت بیشتر از این قابل تحمل نیست. بسیار شما میخواین تحولات نقش داشته باشن یا خسته شدین ناامید؟ به هیچ وجه خسته نشدیم. از همون لحظه‌ای که جمهوریت سقوط کرد، افغانستان سقوط کرد، با مقاومت و مبارزه ما ادامه داد تا به همین لحظه برای یک روز هم متوقف نشد و در آینده هم متوقف نخواهد شد. تا لحظه‌ای که زنده باشیم همچنان برای عزت، برای آزادی و برای سرفرازی افغانستان و برای وحدت افغانستان، وحدت اقوام افغانستان ما استادگی میکنیم. ما وحدت افغانستان را عزت افغانستان میدانیم. این فعلا نظام آپارتایتی و نظام ظالمانه و تبعیض‌گرایی را که طالب حاکم کرده، این نه به نفع پشتون هست، سرانجام نه به نفع طالب هست، چون طالب هم خب مربوط به همین جغرافیا است و نه هم به نفع هیچ کسی دیگر در افغانستان. این وضعیت قابل تحمل نیست. این وضعیت به نفع هیچ کسی هم نیست. این وضعیت باید دگرگون شود و در دگرگونی از این باید تمام مردم افغانستان سهم بگیره و تمام نیروهایی که این همه گلایه داره از طالب و شکایت میکنه از طالب که طالب این کار نکرد، مطابق به استانداردهای حقوق بشر و معیارهای آزادی بیان رفتار نکرد، عمل نکرد، این به درد نمیخوره. مقاومت، ایستادگی سخت میتونه که زمینه آزادی را فراهم کنه، زمینه عزت را فراهم کنه، زمینه شکلگیری یک حکومت همه شمول را فراهم کنه. عزت از دست رفته مردم افغانستان صرف فقط با ایستادگی سخت تامین شدنی است. بسیار خوب. یک جمله، حکومت همه شمول گفتین در آینده همه شمول مشمول طالبان خواهد بود؟ در آینده هر نوع حکومتی که در افغانستان به وجود میاد باید متکی بر رأی و رضایت مردم باشه، باید توسط انتخابات به وجود بیاد. مردم نقش اول و آخر را داشته باشه. همون که گفته می شود که دموکراسی حکومت در حقیقت دموکراسی حکومت مردم بر مردم نیست، بلکه دموکراسی زمینه قضاوت مردم را فراهم میکنه. در هر 5 سال یک بار مردم بهش شانس داده میشه تا قضاوت کنه که کی خوب عمل کرده و کی بد عمل کرده. و همین که از قول پوپیر حکایت میشه که
جوهر دموکراسی در نسبش تبارز پیدا نمیکنه، بلکه در قوت و جوهر دموکراسی در اصلش تبارز پیدا میکنه. یعنی خوبی دموکراسی در نصب کردنش نیست یک آدم سر قدرت میاد. خوبی دموکراسی در عزل کردن بدون خونریزی است که مردم توسط رأی خود کسی را که نمیخواد عزل میکنه و در آینده حکومت افغانستان باید متکی بر رأی رضایت مردم باشه و مردم بتونه بدون خونریزی کسی را که نمیخواد عزل کنه. تشکر بسیار آقای ظاهر که فرصت مصاحبه را دادید. تشکر، خیر باشه.